خب بعد از اینکه شما مطالب رو به صورت موضوعی و مبحث به مبحث مطالعه کردید، میرسید به اینجا که باید اونها رو خلاصه کنید. برای خلاصه نویسی شما باید حتما روش مناسب رو در پیش بگیرید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما باید حتما لب مطلب رو خلاصه کنید و اصلا از نوشتن عین جملات کتاب پرهیز کنید. خب یعنی چی این؟ ببینید کلا یه قانونی ما داریم به نام 80-20. میگه که 80% مطالب یک منبع، کتاب یا جزوه نوشته شده تا اینکه منظور اون 20% بقیه رو برسونه. شما باید بتونید در هنگام مطالعه اون 20% رو از لب مطلب در کتاب یا جزوه بکشید بیرون و به زبان خودتون خلاصه نویسی کنید.